و سوال دیگر یک از خواهران دادند بارک الله فیک که در حالت حیض بودن زن آیا روزه را قضا می دارد و نماز را چی؟ البته زنها یک عادت دارند که هر ماه کسلی ماهانه می شوند که این را در قرآن حیض ذکر کرده است. فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی الله میگه که ای مردها زنهای شما اگر حیض بینند به زنهای خود خواب و خیز نکنید، دور شوید. بوسه کردن، قطع نشستن، خوراک خوردن جایز است، اما علاقه کردن جایز نیست. پس البته زن وقتی که حیض میبیند در این حالت روزه خود را اگر ماه مبارک رمضان حیض بیند، در درون ماه مبارک رمضان حیض بیند، این روزه را میخورد، اما به هر یک روزش یک روز بعد از پاک شدنش قضا میدارد، یعنی ماه مبارک رمضان را قضا میدارد، اما نماز را قضا نمی کند. یعنی اگر نماز را ترک کند، حیض البته نماز را ترک میکند اما نماز را گشته قضا نمیخواند. چرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین تعلیم دادند. خیلی که عایشه رضی الله عنها در حدیث متفق علیه میگویند رسول اکرم بر ما تعلیم دادند که هر زنی که حیض میبیند اگر در روزه ماه مبارک رمضان حیض بیند روزه را خورد و به یک روزش یک روز قضا دارد، و اگر نماز را اینچنین حیض بیند نماز را ترک باید کند و نماز را گشته قضا نمیخواند. این از رحمت الله سبحانه و تعالی برای زنها می باشد.